سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. بریم برای اولین ولاگ کانالمون که کجا اومدیم بچه‌ها؟ موزه سلاح‌های دربار. اومدیم موزه سلاح‌های دربار تو کاخ سعدآباد. توی کاخ سعدآباد قراره که کامل بگردیم و بهتون نشون بدیم با دو تا دیگه از بچه‌ها. نفر اول بیا جلو. سلام بچه‌ها، من برنا هستم. سلام. ما اومدیم که امروز حالا کاخ‌های مختلف تو این فرصت کمی که داریم بررسی کنیم و اول از موزه سلاح‌ها شروع کردیم. جالب بود. حالا داخل اجازه فیلمبرداری بهمون ندادن. براتون عکس گرفتم، به صورت عکس می‌ذارم. آره. می‌ذاریم لذت ببرید. موزه سلاح‌های دربار در شمال مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد قرار داره و ساختمونش پیش از انقلاب اسلامی مورد استفاده غلامرضا پهلوی برادر شاه سابق نیز بوده. این موزه در بیان بیش از 110 قبضه سلاح گرم از نوع شکاری، جنگی، کمری و ملزومات اوناست که تعلقشون به پهلوی دوم درباریان اون دوره نیز برمیگرده. تعدادی از سلاح این مجموعه اهدای شخصیت‌های مهم سیاسی و نظامی دیگر کشورها به محمد رضا پهلوی نیز هست. تنوع قابل توجه تفنگ‌های شکاری ساخت کارخانه‌های معروف اسلحه‌سازی اروپا و آمریکا از جمله رمینگتون، وینچستر و اسپرینگفیلد و برنو از ویژگی مجموعه هست. آقا ببینید چی پیدا کردم. یه میز شطرنج، یه طرف مهره‌های سبزه، یه طرف مهره‌هاش این چنگی صورتی سنگ نمک‌داریه.
سفید و صورتی رنگ فلامنچه. و ما در این قسمت از برنامه میریم به سمت موزه که اسمش چیه؟ بریم ببینیم اسمش چیه. بله، موزه پوشاک سلطنتی. خب پیش میریم تا ببینیم که در این موزه چه در انتظار شما خواهد بود. همچنان پیش میریم تا برسیم به این موزه. می‌دونستی شلوار ایرانی اختراع کردن؟ نه، قبلش مردم چیکار می‌کردن؟ قبلش مردم از این دستارا که عربا میپوشن از اونا میپوشیدن. کل دنیا یا دامه میپوشن اسکاتلند. می‌دونی چرا؟ موقع جنگا هم ایرانی‌ها سوارکارای بهتری بودن. شلوار میپوشیدن. بعد یونانی‌ها دیدی که از این دامندارا میپوشیدن. لباسشون تا اینجا بود، بعد پاشون باز بود دیگه. بعد اونا دیدن اینجوری درسته، اول که مسخره میکردن، گفتن شلوار مال زناست. اون خارجی‌ها ایرانی‌ها رو مسخره میکردن، گفتن شلوار مال زناست. بعد خودشون دیدن که ایرانی‌ها بهتر سوارکاری میکنن، خودشون هم شلوار رو بردن تو اروپا و همه جا شلوار پوشیدن. دوره پهلوی اول همزمان با سلطنت رضا شاه که به عصر کلاه پهلوی کلاه شاهپوش شهرت داره و مصادف با سالهای 1304 تا پایان دهه 1310 و آغاز دهه 1320 هجری شمسی که این دوره همزمان با تحول لباسهای غرب شکل پوشاک ایرانی هم تغییر پیدا میکنه و به عبارت دیگه الگوسازی لباس غربی از دوره رضا شاه شروع میشه. رضا شاه پس از سفر به ترکیه تصمیم میگیره که یه مدرنیزاسیون اجباری توی کشور صورت بده و دستور میده تا مردا به جای لباسهای سنتی کت و شلوار غربی بپوشن و به جای دستار و عمامه و کلاه نمدی کلاه پهلوی بذارن و زنان نیز از کلاه فرنگی استفاده کنن. سرانجام همسر و دختران رضا شاه به طور رسمی در مراسم فارغ التحصیلی مدرسه دولتی دانشسرای مقدماتی در 17 دی 1314 بدون حجاب ظاهر شدند و رضا شاه رسما دستور کشف حجاب داد و با دستور کابینه ایرانیان ملزم به پوشیدن لباسهای غربی شدند و همچنین تو این دوره گذاشتن کلاه پهلوی باب شد. تنها روحانیون و مدرسان و طلاب دینی از این حکم معاف بودند. تاریخچه کاخ شمس. ساختمان کنونی موزه پوشاک سلطنتی در واقع کاخ تابستانی شمس پهلوی خواهر تنی محمد رضا پهلوی بوده است که ساخت آن در زمان سلطنت رضا شاه در سال 1314 شمسی آغاز و در سال 1318 به پایان رسید. این کاخ حدود 2600 متر مربع مساحت دارد و شامل 2 طبقه و 1 طبقه زیر زمین است که در شمال مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد ساخته شده است و معماری اون تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی است. این ساختمان پس از نقل مکان شمس پهلوی به کاخ اختصاصیش در مهرشهر کرج در سال 1342 به مثابه مکان نگهداری اشیا و ظروف قیمتی مورد استفاده قرار گرفته و موزه اختصاصی هدایای سلطنتی نام گرفت که اغلب شامل هدایای خارجی به شاه بود. در قسمت جنوبی کاخ نیز یک سالن برنامه تابستانی با دیوارچینی و تزئینات معماری و یک سردر اروپایی ساخته شد که در آن مراسم و برنامه‌های نمایشی برپا می‌شد و انواع طوطی و پرنده‌های شمس پهلوی نیز در گوشه‌ای از آن نگهداری می‌شد. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی این ساختمان برای برپایی موزه مردم شناسی نیز در نظر گرفته شد و در اسفند 1373 نیز افتتاح شد. در بهمن ماه سال 1388 کاربری این مکان تغییر داده شد و مدتی با عنوان موزه تاریخ معاصر ایران بود و سپس موزه پوشاک سلطنتی فعالیت خود را در این بنا آغاز کرده است. این موزه هم تمام کردیم، موزه پوشاک. بریم برای موزه بعدی. بعد تو خونه‌اش رودخونه بوده، نگاه کن. آره، خب الان ظاهراً آب فاضلاب می‌شه چون خیلی بوی خوب اینجا نمیاد. ببینید که ببینید زباله هم ریختن. خواهشاً جای تاریخی یا طبیعت که میریم رعایت کنید. حیفه. ولی ناموساً یه نیاز نبود برن چای. میومدن همینجا پاشونو می‌کردن تو آب. والله
حاجی اینا تو خونه‌تون باید با ماشین این ور اون ور میرفتن. آره همینم بوده. الان موزه چیز که برسیم، الان موزه خودروی سلطنتی هم که برسیم اونجا می‌بینیم ماشین. بیشتر 20 سال نباید میرفت. نمیتونستی گاز گوز بدی اینجا. فقط 20 سال. وایسی. وقت قهرمان بازیه. موجود عظیم و جثه. بیا کنار الان ماژی میزنه. سلام. نه دوباره بگید. ولی من فکر کنم شاهد بزرگترین ریدمان تاریخ خواهیم بود. درسته.